خب موضوعی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم شاید به مذاق بعضیا خوش نیاد، ولی واقعیت فنی کار اینه. ما در دسته های پیشکسوتان، افرادی که مسابقه شرکت میکنن، بدنهایی میبینیم که اصلا در حد و اندازه شرکت کردن در سطح این مسابقات نیستن، فقط تحت عنوانی که خب احترام سنشون و ورزش فقط کردن. حالا بعضیشون هم واقعا ورزش هم به نظر من نکردن نسبت به این کار، ما افراد رو مقام یا رتبه داده میشه بهشون. اما نکته اینجاست که در بدنهایی رو ما این افراد میبینیم که اگر اینا بر فرض مثال 60 سالشون 70 سالشون هستش، به جایی که یک جای از بدن رو ما به طور کامل مثلا ببینیم بدن 50 سالی کار کرده، چه بازویی چه پایی، برعکس میبینیم یک جای از بدن رو 50 سال کار نکرده. مثلا میبینیم سرشونه، مثلا بر فرض پا، بر فرض مثال بازو، یه قسمت یا زیر بغل اصلا کار نکرده یا 50 سال اصلا فیگور نگرفته. خب این نشون میده که عزیزانی که دسته پیشکسوتان شرکت میکنن، حالا در ردای سنی مختلف، میبینیم که حتی یک فیگور گرفتن ساده، یعنی همون 7 فیگور اصلی یا یه روتین رو به طور صحیح نمیگیرن. همینطور که از شما انتظار ندارن که همچین بدن مثل یک فرد جوان رو داشته باشین، ولی این انتظار از شما میره با توجه به کسوت شما، به شرایطی که دارین، حداقل فیگور رو درست بگیرین. که متاسفانه من خیلی توی این مسابقات میبینم فیگور گرفتن رو اصلا به طور صحیح این پیشکسوتان ما انجام نمیدن. این دسته حالا به معنای مستر هست، یعنی استادا پیشکسوتا حداقل باید شما بر بدنی رو ارائه بدین که حالا از نوع فیگور گرفتن یا بعد نوع خود بدن که بتونه هم حفظ آبرو بشه، هم بشه عنوان یه الگویی باشین، نه که بدن خیلی خراب و به قول معروف در حد شأن مسابقات نباشه. با تشکر.